افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه نمیخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران میگن خب ایران چرا نفوذ داره، نه عراق سوریه کجا؟ نفوذ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. آن ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران از شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقل هم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید. حرفایی که میزنید درک کنید.